اگه تو هم کلافه شدی از اینکه یه روح همیشه توی مچ کنارته، بیا تا بهت بگم باید چجوری از شرش خلاص شی. قبل از اینکه برسیم به اون مرحله، خوشحال میشم منو سابسکرایب کنی. تازه یوتیوب رو انداختم برای کلیپ خفنی داشته باشیم. خب میریم سراغ آموزش. برای اینکه به اون مرحله برسیم فقط کافی وایسم زمین تا نشونت بدم چیکار کنی. اول از همه نظرتون رو در مورد این مدم بهم بگین. یه جورایی هم دوستش دارم، هم یه جورایی خیلی رو مخمه. خیلی خوب. حالا بریم سراغ آموزش. همونطور که گفتم فقط کافی این پایین آیدی بزنیم. وقتی که این پایین بالای جایی که خون رو نشون میده یه چیز نمیشه هایدین مچ. این نوع زنی روح دیگه